سلام، خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومده چند جمله‌ای درباره شخصیت تاثیرگذار آقای کیمیایی صحبت بکنم. اون هم درست در مراسم نکوداشتی که بهانه برگزاریش همزمانیشه با اولین شب اکران فیلم قیصر در سینماهای ایران، فیلمی که بعد از نمایشش مسیر سینما ایران رو تغییر بزرگی داد و برد به یه سمت دیگری که هنوز میشه این تغییر مسیر رو در فیلم هایی که حتی در این سالا داره ساخته میشن احساس کرد. انتخاب چنین شبی و چنین بهانه‌ای برای برگزاری این نکوداش برای من یه معنای خیلی بزرگی داره. این که بعد از نزدیک به تقریبا میشه گفت 60 سال یک کسی که اون گام‌های اولیه رو برداشت همچنان حضور پویا و زنده‌ای داره و همچنان در مسیری که از اون ابتدا گام برداشته و اون عهدی که بر سر باورهاش با خودش بسته مونده و با این همه فراز و فرودی که در این مملکت اتفاق افتاده از این عهد و از این مسیری که برای خودش انتخاب کرده بوده بیرون نرفته و دوام آورده. این همه سال دوام آوردن و موندن بر سر اون باوری که کسی با خودش داره و در دلش داره برام بسیار ستایش برانگیزه. در کنار این ویژگی بزرگ میخوام امشب یه ویژگی بسیار مهم دیگه از آقای کیمیایی بگم. شاید به خودشون همینو گفتم. به نظرم هیچ فیلمسازی به اندازه آقای کیمیایی در سینماگر شدن درصد زیادی از سینماگرهایی که بعد از ایشون شروع کردن به فیلمسازی و شاید امروز هم دارن کار میکنن، ما هیچ فیلمسازی رو سراغ نداریم که به اندازه ایشون آدمها رو علاقمند کرده باشه به فیلمساز شدن. خیلی ها وقتی رفتن توی سالن و فیلمی از آقای کیمیایی دیدن و اون شور و هیجانی که فیلمهاش ایجاد میکرد، بعد از بیرون اومدن از سالن تصمیم گرفتن که میخوان سینماگر بشند و خیلی هاشون شدن و خیلی هاشون بعدها سینماگرهای تاثیرگذاری شدن. سینما و فیلمهای آقای کیمیایی سوای ویژگی های زیبایی شناسانه، سوای اون سبک و سیاقی که منحصر به خود ایشونه، یه شور و یه شوریدگی درش هست، یه به هم ریختگی دوست داشتنی درش هست که گاهی این بحث و جدل هایی هم که سر فیلم های ایشون میشه، گاهی فکر میکنم که این موضوع در واقع کمتر دیده میشه. ما با فیلمسازی طرفیم که یه شوریدگی در کاراش هست و اول از همه باید اون شوریدگی، اون به هم ریختگی رو احساس کنیم، بفهمیم و بعد بریم سراغ چیزهای دیگرش. من تنها فیلمساز دیگه ای که به نظرم از جنس دیگر این شوریدگی رو داشت زنده یاد داریوش مهرجویی بود. دوتا فیلمسازی که فیلماشون پر از شور و شوریدگی بود و همین شور و شوریدگی باعث شد که خیلی ها علاقه‌مند بشن به فیلمساز شدن. چیز دیگری که در آقای کیمیایی همیشه برام قابل تحسینه، وقتی فیلماشون رو میبینم انگار که یک رمان نویسه که داره فیلم میسازه.